و اهالی میگفتن 500 نفر هنوز زیر کوهن که ناپدیدن. در خوزستان خودمون سیل آمده، بخشید طوفان آمده، نزدیک 5-6 نفر کشته داده. در چهارمحال بختیاری سیل آمده. بعضی موقع میگیم بارون بده، بارون میاد، ازش وحشت میکنیم تحویلش بگیریم، ولی خوب تحویلمون میگیره. فکر نکنید دریا دارید انواع نعمت ها توشه، این ماهی تازه، میگوی تازه میاد میتونید بخورید. بعضی موقع همین میگوی تازه و ماهی تازه نمیتونید بخورید، طوری میشه که نمیتونید بخورید. اگر حلال و پایمال کردید، سگ حرامه بخورید، ولی چند تا سگ هست تو منطقه برید بشمارید. به اندازه گله گوسفند یک روستا تو استان هرمزگان سگ نیست. کسی سگ و ذبح میکنه بخوره؟ نه. ولی چقدر گوشت گوسفند رو داریم ذبح میکنیم، بازم تعداد گوسفندا کم نمیشه. چقدر شتر و گاو و مرغ رو داریم ذبح میکنیم و میخوریم، حلال گوشت کم نمیشه. اونقدر نسلش زیاده که حدی نداره. اگر یه ماده حبور 700,000 تخم میذاره، اگر یک میگوی مولد بین 50,000 تا 350,000 تخم میذاره، حالا بدونید و بشمارید که موجودات حلال گوشت خداوند چقدره. ولی چون که حلال و پایمال میکنیم، اسراف میکنیم، حیف و میل میکنیم، بعضی موقع تب برفکی و نمیدونم جنون گاوی، آنفلانزای مرغی، یعنی خودت مجبور میشی که همین حلال گوشت رو چون تو زباله مینداخته. نه تو عروسی ها چقدر اسراف میشه. 850 میلیون تا 900 میلیون فقیر در دنیا وجود داره که بیشترشون از ممالک اسلامی هن. آمار سازمان ملله. برای یک وعده مشکل دارن، ولی ما چقدر اسراف داریم. سبحان الله. کاری میشه که خودمون با دست خودمون این پرنده ها و این گاو ها و این گوسفند ها رو اصلا بسوزونیم که دیگه این میکروب و این وبا چه تولید نشه. وقتی قدر حلال نفهمیدی، اینطوری خدا حلال از دستت میگیره. یه زمانی چند سال پیش یادتون میاد شایعه شد که کسی میگو نخوره؟ کسی میگو نخوره؟ شایعه شد که این مشکل داره میگو. باید با خدا کنار بیه، وگرنه فکر نکنید که حلاله. گله گوسفند که خیلی زیاده. فرانسه فکر میکنم تو 1-2 سال پیش در یک روز چند صد هزار رأس یک جا از بین برد. باید با خدا کنار آمد. من بعد از ظهر اخبار گرفته بودم سراسری، با مدیریت حوادث نمیدونم فلان صحبت میکرد. اون مجری میگفت که احتمال داره این زلزله 6 و 10 رشتری که در جنوب هرمزگان آمده، در جنوب کشور، در جزیره بین بندر خمیر و اسکله کاوه تقریبا و قسمت از جزیره و بندر، احتمال داره چون مرکز زلزله تو دریا بوده، احتمال داره که تبدیل به سونامی بشه. سوال میکرد، بگو نه احتمال نداره. احتمال نداره. خب احتمال نداره. هر چیزی احتمال داره. این تو محاسبات خودش میگه احتمال نداره. چرا میگم پیشبینی های غیر مترقبه؟ آمریکا با اون قدرتش نمیتونه این طوفان های که در ساعت چیز حدود 250 کیلومتر یا 300 کیلومتر سرعت داره، نمیتونه مهار بکنه، نمیتونه کنترل بکنه با اون هم امکاناتش. خواهش میکنم یک کمی کمتر عکس بگیرید که حواسم پرت میشه. این دوربین هست، با موبایل عکس نگیرید، فیلم نگیرید. این دوربین هست، تکثیر میشه برای همه. حواسم پرت میشه. خوبه؟ ببخشید، معذرت میخوام. نمیتونن کنترل بکنن. دوستی از ایرانیان خودمون در میامین آمریکا تعریف میکرد، میگفت وقتی که اعلام کردن که
طوفان نمیدونم فلان با سرعت 200 خورده ای داره میاد، میگه خبرم نشد تو حیات خونم یک کیوسک نگهبانی داشتم، معذرت میخوام با یه سگ نگهبان. میگه یه قرآنی همطوری تو تاقچه گذاشته بود، اصلا قرآن نمیخوندم، اصلا فاصله گرفتم، ولی بود به عنوان یک رسم مسلمانی. میگه یک دفعه دیدم که سقف اینطوری داره چه میچرخه، همین فرصت کردم، همین قرآن رو بلند کردم، قرآنی که اصلا سرش باز نمی کردم گذاشتم رو سرم، گفتم خدایا منی که حرمت ندارم پیش تو، این کتاب تو اگر حرمتی داره خواهش میکنم به حرمت کتابت این سقف رو سر من نیاد یک بار. دیگه خبرم نشد، از تو پنجره در رفت، پنجره رو با خودش برد. وقتی نگاه کردم که کیوسکم نیست، سگم نیست. یکی از عذاب‌هایی که خداوند بر امت‌های قبل از ما فرستاد باد سموم بود، هم تنوزش بود، هم صدای رهیبی داشت و هم سرمای سوزان، یعنی به پوست چون میرسید خشکشون میکرد. سبحان الله. قرآن میگه که از این باد تنوزش و سوزان و با صدای مهیب میآمد از تو خیشومشون، بینیشون و دهانشون میرفت داخل، هرچی معذرت میخوام شکمبه و دل و جگر و رودشون بود از مقعدشون خارج میکرد، که انهم اعجاز نخل خاویه فهل ترى لهم من باقیه سخرها عليهم 7 ليال و 8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاویه. 7 شب و 8 روز پشت سر هم این باد برشون مسخر کرد، نفس همه رو گرفت، همه رو تخته کرد روی زمین. تعبیر قرآن میگه که انهم، فکر میکردی که این قوم سرعا هستن، یعنی مستن یا شکست خوردن، همینجور دارن خمارن، یک دفعه همینجور سرشون گید میرفت، تق میافتادن. تعبیر قرآن میگه مثل پسمانده تنه خرمایی که آتش گرفته و سرش سوخته، فقط چه تنش همینجور خوش روی زمین افتاده، که انهم اعجاز نخل خاویه فهل ترى لهم من باقیه. آیا آثاری از اونها مونده؟ از شما هم قوی تر بودن، شاید هر کدوم 700 سال 800 سال عمری کردن، قدرت بدنیشون هم 30 گز قدشون بوده، توانشون صخره رو بلند میکردن. فرعون هم با همون آبی که زیر پاش بود از روی سرش رفت، تو حلقومش رفت آوردش بالا. قارون هم با مالی که میتونست برای خودش سعادت و خوشبختی بیاره، خداوند زمین و زیر خزائن قارون و زیر قصر قارون زمین رو باز کرد با زلزله. بهش میگن خسف. خسف یعنی چه؟ زمین رو باز میکنه. زمین وقت باز شد فخسفنا به و بداره الارض، زمین و زیر خودش و دارش و خانهش و قصرش و ممتلکاتش باز کرد، همه رو بلعید، بعد زمین به هم آمد. نمیشه نادیده گرفت. بعضی از عذابهای قوم بنی اسرائیل ملخ بوده. از پدرانتون بپرسید، زمان قدیم وقتی ملخ می آمده هرچی میخوان تشبیه بکنن میگن مثل مور و ملخ میریزن. ملخ وقتی می آمده درست از یه طرف خوشحالی بوده، زمان قدیم 50 سال پیش 60 سال پیش، از اینایی که سال خورده هستن بپرسید از پدرانمون که اینجا نشستن، درست خوشحال می شدن که ملخ می آمده، خوش می شده، رو هم انباشته می شده، بعد جارو می کردن. مادرم خدا رحمتش بکنه مردگان ما و شما میگفت که وقتی ملخ می آمد دیگه این تقریبا شاید نیم متر 1 متر روی هم، از بس که تعدادش زیاد بود به میلیارد دیگه نمیتونستن، زیر همینجور لایه لایه خفه می شدن. دیگه با جارو جمع می کردیم، خوش می کردیم، تو گونی می خوردیم. ولی بر هر آبادی که می رسیدن دیگه قیچی می کنن. یکی از عذابهای قوم بنی اسرائیل همین ملخ بوده. فارسلنا علیهم الطوفان والجراد، جراد یعنی ملخ، والضفادع والدم، قورباغه.
یه وقت میبینن کل زندگیشون قورباغه است.